راستش تا چند مدت پیش نمیدونستم که فناوری نانو میتونه در کرم‌های ضد آفتاب کاربرد داشته باشه. تا اینکه یک سری تحقیق انجام دادم که دیدم آره فناوری نانو و نانو مواد میتونن در کرم‌های ضد آفتاب استفاده بشه. با من همراه باشین که این کرم ضد آفتاب نانویی که ساخت کشورمون ایران هست رو بهتون معرفی کنم. کرم ضد آفتاب هیدروده. شرکت پارس هیان برای تولید کرم‌های ضد آفتاب نانویی خودش از دو ماده زینک اکساید و تیتانیوم اکساید استفاده کرده که دقیق‌تر و سبک‌تر از ذرات معمولی روی پوست میشینه. این دو ماده از گذشته آثار زیانبار اشعه فرابنفش رو کاهش میدادن و در سایز میکرو هم استفاده میشدن، اما پروسه اون پیچیدگی و سختی‌های زیادی داشت. برای همین با استفاده از فناوری نانو خواص اونها رو تونستیم بهبود بدیم. واقعا جالبه که فناوری نانو مختص به آزمایشگاه نیست. در داخل ساختمان، کشاورزی، پزشکی و همچنین تولید کرم‌های ضد آفتاب کاربرد داره. به خصوص تو این گرمای تابستون امسال که خیلی میتونه برای ما کاربردی باشه. و شرکت پارس هیان تونسته با فناوری نانو کرم‌های ضد آفتاب نانویی خودش رو به بازار عرضه کنه. مزایای این کرم‌های ضد آفتاب نانویی شرکت پارس هیان چی هستن؟ مقاومت زیاد در برابر اشعه فرابنفش، ماندگاری و حفاظت بیشتر در برابر اشعه و کیفیت بالاتر و بازدهی بیشتر نسبت به سایر کرم‌های ضد آفتاب. و عکس بقیه کرم‌های نانویی این شرکت رو براتون این پایین گذاشتم. اگر تجربه استفاده از کرم‌های ضد آفتاب نانویی رو دارین حتما این پایین برام کامنت کنید. من صبا هستم و اولین بلاگر نانوتکنولوژی در ایران. برای اینکه فکت‌هایی در مورد نانوتکنولوژی بدونی حتما همراه پیج من باشید.